این بابیه. تازگی مهاجرت کرده آمریکا، ولی یه مشکلی که داره یکم زبانش میلنگه. دیروز برای اولین بار رفت دکتر که I'm cold. What do you mean? Do you need a blanket? I mean, I'm not good. خب نه. اگه بگی I'm cold یعنی سردمه. برای اینکه بگی سرما خوردم باید بگی I have a cold. توی این ویدیو میخوایم راجع به علائم مریضی صحبت کنیم. بریم با درد شروع کنیم. برای اینکه بگیم یه جایمون درد میکنه میتونیم بگیم my، حالا یه جایی hurts یعنی اونجام درد میکنه. مثلا my head hurts, my ear hurts, my stomach hurts, my tooth hurts, my back hurts یا چیزای دیگه. یه ساختار دیگه که هست میتونید بگید I have a pain in my eyes یا back، هر چیز دیگه ای. یا این جمله رو میتونید اینجوری بگید I've got a pain in my back یا in my nose، هر جایی که میخواید. روش دیگه ای که بخواید بگید درد دارم اینه که از ache استفاده کنید. ache وقتی که به یک کلمه میچسبه اونو تبدیلش میکنه به درد. مثلا head ache میشه headache یعنی سردرد. ear ache میشه earache. stomach ache toothache backache. فقط نکته که هست اینه که ache به آخر هر کلمه ای نمیچسبه برای اینکه اونو تبدیلش کنه به درد. اینطوری بگم که ما 3 تا کلمه داریم که به معنی دردند: ache، sore و pain. هر کدوم از اینا به کلمه‌های مختلفی میچسبن و اونا رو تبدیل به درد میکنن. برای ache چیزایی که خیلی رایج بود همینایی بود که گفتم. حالا چیزای دیگه هم باز هست. برای sore مثلا sore throat یعنی گلو درد. I have a sore throat یعنی من گلو درد دارم. برای pain هم مثلا knee pain یعنی زانو درد. خب بریم سراغ بقیه علائم یا همون symptoms. cough یعنی سرفه. I cough a lot یعنی خیلی سرفه میکنم. یا یه ساختار خیلی قشنگ که هست میتونید بگید I have been coughing a lot recently یعنی اخیراً خیلی دارم سرفه میکنم. dizzy میشه سرگیجه. I feel a bit dizzy یعنی یکم سرگیجه دارم. fever میشه تب. I have a fever یعنی تب دارم. runny nose میشه آبریزش بینی. I have a runny nose یعنی من آبریزش بینی دارم. از اون ور برای اینکه مثلا بگید بینیم کیپ شده میتونید بگید my nose is stuffed up. My nose is stuffed up. sneeze میشه عطسه کردن. مثلا میتونید بگید I sneeze a lot یعنی من خیلی عطسه میکنم. یا دوباره یه ساختار قشنگ که هست میتونید بگید I've been sneezing a lot recently یعنی من اخیراً خیلی دارم عطسه میکنم. برای اینکه بگید مریضم یا احساس مریضی میکنم میتونید بگید I feel sick یا احساس ضعف کردن میشه I feel weak. برای این موقعی که مزه ها رو نمیتونیم حس کنیم میتونیم بگیم I can't feel the tastes. I can't feel the tastes یعنی من مزه ها رو نمیتونم احساس کنم. یا موقعی که گوشمون میگیره میتونیم بگیم My ears are clogged. My ears are clogged یعنی گوشام گرفته. و در آخر اگه بخوایم بگیم حالت تهوع دارم میتونیم بگیم I feel nauseous. I feel nauseous یعنی حالت تهوع دارم. حالا به عنوان تمرین این جمله که میشنوید رو کامنت کنید. فعلا A cold with a runny nose. A cold with a runny nose. A cold with a runny nose. A cold with a runny nose.